حتی بعضی به کمال تعصب از ملاهای ناملای ما همین گپ میزنه. امروز تعلیم دیگه دینی نیست، تعلیم سیاسی است. و سیاست مبادل شده برادرای عزیز و گرامی. بعضی از ملاهای خود فروخته که دین و اسلام و عقیده فروختن به واسطه یک یک شکم پوده و پوسیده خود، او مزخرف هم همین گپ عقیده کفری را از زبان خود ابراز میکنه. یکی از آثار دعوت مسیحیت است که دین به سیاست کار نداره. دین به چه کار نداره برادر؟ به سیاست. عقیده هندونیسم است، عقیده مسیحی و بودایی است که از زبان یک عده از مسلمان‌های سکولاری و یک عده مسلمان‌های مزخرف و بی‌وقوف و جاهل بیرون می‌شود. ملا رو به سیاست چیکار؟ ملا رو به حکومت چیکار؟ ملا فقط بلور بخوره، الوا بخوره داخل مسجد. این توهین به عالم است. نه، این دین سیاست است. محمد صلی الله علیه و سلم بزرگترین سیاست مدار بود. اسلام خودش سیاست است. چرا بدون از سوتا و دنده و جلب پلیس و اردوی ملی روزه میگیری؟ از کی میترسی؟ سیاست نیست چیست؟ چرا آمده خود را دو مورو میندازی سجده میکنی؟ سیاست نیست چیست؟ چرا با مادر و خواهر و عمه و خاله ازدواج کردن نمیتونی؟ سیاست الله نباشه که چیست؟ چرا گوشت مرکب و خوک و خنزیر و سگ خورده اجازه نداری؟ این سیاست الله نیست چیست؟ دین سیاست است. البته تنها به این سیاست نیست، اون سیاستی که حدودی الله تطبیق بشه. و علمی دعوت باطل ادامه داره. مولای امامت خور بدی تو به سیاست چیکار؟ اسلام سیاست است. پیام اول محمد رسول الله است که محمد فرستاده الله است با نظام و عقیده و دیسیپلین کامل، نه ناقص. محمد صلی الله علیه و نظام سیاست اسلامی نمیدونست، حالا دنیای غرب و سازمان ملل باید بیای تکمیل کنه. درسته؟ این خود تخطی و ناقصی به نبوت است، این خود تخطی و ناقصی به قرآن است، این خود تخطی و ناقصی به عقیده پیامبر است، این خود تخطی و این گپ خود به کلام الله تکر داره که الله میگه ما دین را برای تو کامل کردیم، سیاست را کامل کردیم، نظام حکومت و معامله و معاشره و اخلاق و عبادت را کامل کردیم. این خود تکر میخوره به گپی. دوستان عزیز، پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادنشان تنهایی نبود نماز میخونه. یک جمله به خدمت شما عرض میکنم. ما و شما داخل مسجد آمدیم نماز خوندیم، نماز بخونیم، تلاوت قرآن کنیم، روزه بگیریم، حج کنیم، زکات بدیم، اعمال نیک هم انجام بدیم. از این عبادات انفرادی بود عبادی که داخل مسجد کردی سبحان الله که گفتی، با آمریکا ضرر رسید؟ جواب بدید. ضرر رسید؟ نرسید.